هیچ کس نجاتت نمی‌دهد جز خودت. بیدار شو. شاید اکنون که در حال تماشای این ویدیو هستی، خسته‌ای، ناامیدی و حتی دیگر هیچ انگیزه‌ای برای زندگی نداری. من هم دقیقاً همینجا بودم. در همین نقطه کور زندگی منتظر یک معجزه، در انتظار کسی که برای نجات من بیاید. اما یک روز، یک لحظه فهمیدم که هیچ کس قرار نیست برای نجات من بیاید. دنیا به خاطر من توقف نمی کند. هیچ کس دقیق درد مرا نمی فهمد جز خودم. و دقیقاً در همان لحظه فهمیدم که اگر کسی قرار است نجاتم بدهد، او فقط خودم هستم. از خودم شروع کردم تا با تمام ترس‌هایم، با تمام دردهایی که پنهان بود پشت لبخندهایم مبارزه کنم. دانستم که قرار نیست معجزه شود و کسی برای نجات من کاری کند، چون خودم نجات دهنده خودم هستم، نه دیگری. یک مبارزه به شدت خسته و مایوس، اما هنوز زنده. همین اصل ماجراست. هنوز زنده. باید خودت برای نجات خودت دست به کار شوی. در این ناملایمت‌ها و ناهمواری‌ها پشت هم گام برداری و ادامه دهی. برای رهایی از دام‌های تنیده در روح و تنت، برای شکستن حصار یأس و ناامیدی و برای یک شکوه دیگر جوانه وزن. تو تسلیم نخواهی شد. از اینجا به بعد هر کوشش تو یک فریاد است. یک نه قوی که تو تسلیم نخواهی شد و خواهی دید که تو نجات یافتی، زنده‌ای و هنوز نور زندگانی از پنجره‌های قلبت در روح و جسمت میتابد و این نور نمیگذارد خاموش شوی. باید از نو جوانه بزنی و در مسیر روشنایی قرار بگیری. و این صدا گوش کن که صدای زندگانی است. خودت را نجات بده. خودت ناجی خودت هستی.